لحظه به لحظه اشاره میکند با همدستایش که موقع درست داشته باشند. سه نفر فوتبالباز دیوار دفاعی میسازند: تبریز، احسان و منوچهر. 4 نفر بازیگری دسته میزبان در جریمه‌گاه دسته استقلال. بسیار وضعیت خطرناک. دروازه‌بان باید چالاکانه بازی کند در همین لحظه و بسیار هم خوب رستم یتیموف. چی است اینجا؟ پنالتی تعیین میکند. چی داور؟ آی داور نخواد در همین لحظه یک باره به دروازه استقلال پنالتی تعیین کند، حتی کارت سرخ. باور کنید این لحظه را ما انتظار نداشتیم. من بالاتر اشاره میکردم که فوتبالبازان عربی اگر که زورشان آید از دیگر چیزها استفاده میکنند. من همین گونه حالتها را در نظر داشتم. ویکتور سویژوف عملی که نیم محافظتگر استقلال هم انجام داد اونقدر قابل قبول نیست، ولی بسیار افسوس که در همین لحظه در 2 دقیقه ماندن تا انجام وقت اساسی بازیگری دسته استقلال همین گونه عمل میکند و ملگر یوسف بلالی خوب ایستادگی میکند. رستم یتیموف ما از تو امید داریم. ضربه بلالی اما حساب شده می شود. دقیقه 90 بازی 1-0. در قسم دوم رقابت استقلال از حریف میتوانیم بگیم که بهتر هم بازی کرد، ولی همین عمل در دقایق پایانی رقابت نقشه تیم ما رو برباد داد. من نمیدونم هواداران فوتبال، تماشاگرانی که عین حال ما رو مستقیما تماشا میکنند با این رفتار ویکتور سویژوف چی بها میدهند.